امروز میخوایم با هم سقف ابری درست بکنیم. این کامل ترین ویدیو در رابطه با ساخت سقف ابری تا به این تاریخه. سلام، اسم من رضاست و خوش اومدین به کانال من. چند وقت بود که من درگیر این داستان بودم که برای خودم یه سقف ابری درست بکنم. دوستام داشتن، گیمرها داشتن، تو یوتیوبر خارجی، حتی کاپلایی که میدیدم داخل خونهشون RGB استفاده میکردن و برای همین گفتم بیادونش درست بکنیم. مرحله اول با تحقیقات شروع شد. سرچ کردم داخل یوتیوب مدل مختلف رو دید. بعد برای یکم بهتر باشه با چت جی پی تی یکم صحبت کردم و در نهایت با دو تا از دوستام که قبلا تجربه سقف ابری داشتن، لوازم مورد نیاز برای این کار تافت، پنبه، LED، منبع تغذیه، چسب، قوا، پونز و یه سفره یه بار مصرف. اینا لوازمی هستن که شما نیاز دارین برای درست کردن این سقف ابری. مرحله اول انتخاب نوع LED. ما دو نوع LED داریم. یه نوع LED های IC دار یا استریپ، یه نوع LED RGB عادی. فرقشون چیه؟ LED های استریپ IC دار به صورت پیکسلی هستن و میتونید دونه دونه LED ها رو تنظیم بکنید. یعنی یه سیگنال بفرستین، شاید دیده باشین اینا که یه دسته اینجوری میزنن، یه خطی میره تا آخر، یا رنگای متفاوت دارن. ولی LED عادی RGB عادی تک رنگن، رنگشون کلی عوض میشه و انیمیشنایی داره. برای که من میخواستم این سقف باحال‌تر به دست بیاد، LED استریپ استفاده کردم یا همون اصطلاحاً IC. چندین مدلش هست تو بازار ایران، چون زیاد جا نیافتاده نمیتونیم پیدا کنیم. من با کلی گشتن اینا بهترین و به صرفه ترین و ارزون ترین برای اندازه اتاق خودم پیدا کردم که لینکشو براتون میذارم. تو دیجیکالا گرفتم LED استریپ. مرحله بعد چیزی بعدی که نیاز داریم پنبه است، ولی ما نمیتونیم از پنبه عادی استفاده کنیم به چند دلیل. یک، چون حرارت خیلی زیاد امکان داره آتش بگیره. دو، پنبه خاکو جذب میکنه و کثیف میشه و نیاز عوضش. برای همین ما از یه نوع دیگه استفاده میکنیم مثل الیاف ویسکوز. فشفشی فرق داره ولی شبیه اون. چرا؟ به خاطری که آتش نمیگیره، میتونیم ازش استفاده بکنیم اگه حرارت زیاد بود، یه وقتی اتفاقی افتاد. تافت، محصول بعدی تافت برای که نگه داره یه سری از مشکلاتی که همه داشتن تو بین یوتیوب، ردیت و جایی که سرچ کرده بودم، ریزش ابراست. بعد از یه مدت شروع میکنه ریزش کردن، یعنی ایناش دونه دونه میریزن و اینا. برای همین ما از تافت استفاده میکنیم. خدا رو شکر تا الان نریخته برای من، یعنی فقط یه دونه کوچیکش از هر اومده. من الان تقریبا موقعی دارم این ویدیو رو ضبط میکنم یه 3 ماه میشه از درست کردنش و هیچ گونه ریزشی نداشتم. مورد بعدی منبع تغذیه است. منبع تغذیه باید بسته به نوع LED استفاده کنید. اگه از این نوع LED میخواین استفاده کنین، شما باید از منبع تغذیه‌های صنعتی استفاده بکنید و یه درایور جداگونه که اینو کنترل انجام بده. حالا نسبت به نوع LED تون و به میزان متراژتون فرق، که فرمولشو براتون همینجا میذارم، نسبت‌ها رو نوشته. ازای هر چند متر LED به تغذیه با چه ولتاژ و آمپری نیاز داره. نوعی که من استفاده کردم یه دونه کلگی هم کارشو راه مینداخت، چون 5 متر بود کلا و درایورش هم رو خودش نصب. مسئول بعدی که نیاز داریم مقواست. چرا؟ به خاطری که اینا رو روی مقوا بچسبونیم، بعد مقوا رو بچسبونیم تو سقف که بعد مشکل رنگ پیش نیاد، مشکل جابجایی پیش نیاد، چون یه سری شاید صابخونه نباشن و نتونن این کارو انجام بدن یا اتفاقی بیفته بخوای جابجاشون بکنی. برای همین روی مقوا میزنیم و مقوا رو میچسبونیم. مقوا رو با پونز میچسبیم که راحت بتونه در بیاد با پولیش ساده. موضوع بعدی چسب. از چه نوع چسبی استفاده کنیم؟ ما 3 نوع روش داشتیم داخل اینترنت که من نگاه کردم. مرسوم ترینش چسب اسپری بود که استفاده نکنین چون هزینه‌اش خیلی زیاد میشه. یه روش دیگه چسب تفنگی بود که خیلی اذیت میشین چون تو سقف میخواین کار بکنین، اصلا پیشنهادش نمیکنم. روش سوم استفاده از چسب بل هست. شما نیاز به یه برس دارین، اینو میزنین رو جایی که میخوان، یه چند ثانیه صبر بدین و بعد پنبه‌تون رو میچسبین. یه روش خاص دیگه هم دیدم که این پیج گذاشته بود، از چسب دو طرفه استفاده کرده بود. چسب دو طرفه 50 سانتی. خیلی ایده جالبی بود. چیزی که من استفاده کردم چسب بل. جلوتر میفهمیم چرا. مقدار سیم نیاز دارین متناسب با منبع تغذیه که استفاده میکنید. حالا مال من چون کلگیه یه دونه پریز باید استفاده کنم برای سفره یه بار مصرف، چون خیلی چسب قراره بریزه و شما باید کف خونه رو اینو کامل سفره یه بار مصرف بزنید. به مقدار نیازتون باید استفاده کنید. یه مورد دیگه هم هست که بل است. بل نیاز داریم برای این کار. وقتی که وسایل رو تهیه کردم، من یه سری تستا گرفتم که ببینم چه کاری کنم که پرفورمنس بهتری داشته باشم، خروجی بهتری داشتم با هزینه کمتر، که شما نخواین دیگه هزینه اضافه انجام بدین. و نماش واقعا خدای خیلی قشنگ بود با اینکه روی زمین بود. مرحله دوم الیاف ویسکوس. چرا الیاف ویسکوس؟ ما ویسکوس گرفتیم به خاطر اینکه آتش نمیگیره. تو تستی که من گرفتم این اتفاق افتاد و نمیدونم چجوری، ولی خب ما چون اندازم کوچیک بود گفتم ولش کن تا بزنم همینطوری تا بره. کی به کیه؟ آتش سوزی که نمیخواد نهایت 2 آمپر میخواد جریان بکشه، اتفاق نمیافته. ولی به این نکته دقت کنین، قبل از خریدتون اونجا آتش بزنین، اگه آتش گرفت نگید. الیاف ویسکوس باید جمع بشه، نباید آتش بگیره. دیگه خب ما وسایل تهیه کردیم، تستامون هم گرفتیم، بریم که وارد عمل بشیم. یه نکته خیلی ریز. اول که سعی کنین کسی داخل خونه نباشه موقع انجام این کار، چون به شدت بوی چسب اذیت میکنه و شما مجبورین کل اتاقو بریزین بیرون تا بخواین این کارو انجام بدین، چون زمان میبره. اول کل اتاقو خالی میکنین، کف زمین با سفره یه بار مصرف. من داخل اتاقم پرده داشتم و
و مجبور شدم پرده‌ام با چسب یه بار مصرف ببندم چون چسب چیکه میکنه روش. اینجا بود که من به این چیز رسیدم که از مقوا استفاده نکنم. چرا؟ به خاطر اینکه دونه 90000 تومان بود اونجایی که ما پرسیدیم و برای اون فضای اتاق من نزدیک به 900000 تومان پولش میشد. بعد اینجوری بودم که خب چرا ولش بکن. و اومدیم چیکار کردیم؟ گفتم بخوام 900000 تومان پول بدم، خب همون برام یه قوطی رنگ میگیرم بعد درستش میکنم دیگه. این نهایتاً کندمش. به هر حال با کاردک بعد بیافتی داخلش درش بیاری، خراب هم میشه دیگه. تهش یه دونه پلیش دیگه چیکارش میشه؟ البته پلیش مال ماشینه، هزینه زیادی داره، به صرفه نیست اصلا. تهش گفتم که با 1/3 اون هزینه میتونی با بتونه و رنگ درش بیاری دیگه. چه کاری دیگه؟ برای چی مقواسه؟ و مقوا پونزو حذف کردم و مستقیم روی خود دیوار نصب کردم. بعد از اینکه سفره کشیدین مورد سیم کشی میرسه. چون من از منبع تغذیه استفاده نمیکنم و از کلگیه، یه دونه پریز نیاز دارم و به نتیجه رسیدم که تهش نهایتاً یه دونه پریز که برای خالم درست کرده اونم ازش استفاده میکنم دیگه. که با این صحنه روبرو شدم. اینجا تو داد میزنی میگه پریزمون کجاست؟ از من از خود لامپ استفاده کردم چون این قسمت اتاقم دقیقاً بالای تخته و نیازی به لامپ ندارم. نهایتاً نور چراغ خوابی دیگه. همونو کج کردم، بهش یه دونه پریز وصل کردم، یکم سیم بهش اضافهش کردم، کلگیو داخل همونجا گذاشتم. شما میتونین اگه از منبع تغذیه میخواین استفاده کنین هم میتونین از همین روش استفاده کنین. فرق نمیکنه چون 220 ولت میاد داخلش دیگه. فقط مواظب باشین اون پریزی که دارین ازش برق میکشین با کولر یکی نباشه، چون کولر یا یخچال این دوتا جریان کشیشون خیلی زیاده، برای همین فشار میافته برای فضاهای خیلی زیاد. کلا خوب نیست دیگه. برای سعی کنین فاز جداگونه رو انتخاب کنین. وقتی که کار سیم کشی انجام شد و چسبوندیم و اینا، میایم خود LED میزنیم. LED های استریپ چون هر سیتاش تقریبا یه انیمیشن رو دارن تکرار میکنن، شما اگه توی زاویه درستی دورش بدین انگار دور خودش داره دور میخوره و کاملا به صورت رندوم بزن دیگه. همینجوری بزن با کدوم طرح حال میکنه دیگه. من به صورت رندوم دوست داشتم. یه سری قلب میکشن، یه سری ستاره میکشن، هر چی دوست داری بکش وسطش. بعد که ما فهمیدیم که یه تیکش قشنگ شبیه قلب شد دقیقاً بالای سرم، ولی خب این همش اتفاقی. بعد از اینکه LED رو چسبونیم من با چسب نواری استفاده کردم چون یه لایه چسب بل میاد روش. اینجا جایی بود که من بین چسب اسپری و چسب بل می‌خواستم انتخاب کنم. با پیشنهادی که خود فروشنده داد گفت چسب بل استفاده کن، هم به صرفه‌تر هم راحت‌تره. ولی اشتباهی که من کردم 2 تا قوطی بعد بگرفتم، یه قوطی گرفتم و 2 تا برس، چون برس رو استفاده کنم من 2 روز طول کشید. اضافه داشته باشین، مثلا من جمعه نخورین همه جا تعطیل باشه. وقتی که سیم کشیاتون تموم شد، الیاف ویسکوز رو به این صورت بگیریم و مچاله کنیم که همچین چیزی داخلش در بیاد و اینو اینجوری بچسبونین توی سر. پیداست کامل؟ پیداست یا نه؟ آره. میچسبونینش حالا به صورت رندوم، یه جا بزرگتر یه جا کوچیک‌تر، فرقی نداره. بعد شروع میکنین پنبه رو دونه دونه چسبوندن. سعی کنین روی کله‌تون یه دونه پلاستیک بزنین، یه لباسی استفاده کنین که نیازش نداشته باشید. اگه از یه کمکی استفاده کنین خیلی بهتره چون خیلی کار زمان بریه و یه نفر پایین حتما باید به دستتون پنبه رو بده. و شاد اوت تو مای سیستر که کمکام کرد اینجا. اگه رفیقی چیزی دارین که کمکتون کنه خیلی به نفعتون میشه، کارتون سریعتر میشه. طاقت فرساترین قسمتش چسبوندن پنبه بود که خیلی طول کشید و تقریبا یه 2 روزی من درگیرش. پنبه رو که چسبوندیم تموم شد دیگه، همینجور میرفتم من دوباره اومدم یه تست ازش گرفتم ببینم چطور شده. تا اینجا نصف کار رفته بود و اتفاقی نباید بیفتاد. روز جمعه ظهر جمعه و چسب کم آوردیم ما، نصف سقف مونده بود. حالا بعد چیکارش بکنم نمیدونیم. از قبلش پریپیر باشیم برای داستان و من مجبور شدم یه روز دیگه خانواده رو تعلیق کنم و گفتم نه همونجا باغ بمونید، نه سمت اینقدر فاصله داره بالا کلم. اینجا بود که بین چه رسیدیم که 2 تا قوطی نیاز داریم برای این کار و 2 تا بروز، چون بروز خوش شده بود قابل استفاده نبود. 30-40 تومن بود از اینش، اصلا خاصی نبود دیگه. ولی خب میتونین یه روزه تمومش بکنین. اینم نمونه کار، مودهای مختلفی داره. ریسی که من استفاده کردم با گوشی بلوتوث بهش وصل شد، خودش میکروفون داخلی داشت، با میکروفون گوشی هم میتونستی کار انجام بدین و کلی انیمیشن باحال داشت. اگه بخواید از اون استریپ‌های دیگه استفاده بکنین به یه مشکل کوچیک برمیخورین، چون بعد با اردوینو برنامه‌نویسیش کنید. نکن خالصانه میگم اگه رشته‌ت الکترونیک نیست و کار برنامه‌نویسی بلد نیستی نکن. از همینا رو بزن به هم دیگه. مثلا 2 تا 5 متریشو بگیر سر راه به هم وصلشون بکن. این پیشنهاد ما. البته ولتاژ کم میاری. این برای فضای کوچیکه. اگه میخواین فضای خیلی بزرگتری رو اینجوری انجام یه پیشنهاد میتونم بدم. من خواستم دور تا دور اتاقمو LED ساده بزنم که تک رنگ باشه و این انیمیشن‌ها رو داخلش بزنم که یه خورده باحال‌تر بشه. برای همین این کارو انجام دادم. حالا اگه شما فضاتون خیلی بزرگتره میخواین کل اتاقو بزنین، پیشنهادی که من دارم از اون LED ثابت‌ها استفاده بکنین، چون نه دردسر برنامه‌نویسی داره، نه دردسر میکرو و ولتاژ داره. یه دونه حالا از اینا بنازین کفش، یا که فقط از همینا استفاده کنین. اگه میخواین تو فاصله زیاد به صورت استریپ انجام بدین، چون نیاز برنامه‌نویسی و علم میکروکنترلر داره، میتونین تو کامنت ها بگین که حالا یه ویدیو اگه دیدم درخواست زیاد بود یه ویدیو هم برای اون میسازم، برای اون دسته از افرادی که میخوان مثلا 15 متر سقف و کامل انیمیشن دار. اون میتونه توش البته تو اون میتونین نمای رعد و برق و اینا هم در بیاری، ولی خب هرچه بامش بیش برفش بیشتر.
میره برای یه ویدیو دیگه، اصلا جاش نیست اینجا بخوام بگم. تجربه خیلی باحالی بود، ارزشش رو داشت، ارزش 3 روز وقت گذاشتن رو داشت برای این کار. پیشنهاد میکنم حتما انجام بدین اگه تواناییشو دارین. خیلی باحاله. لیست خرید نهاییمو اینجا براتون می‌نویسم، لیست لوازم به مقیاسم براتون اینجا می‌نویسم که تو هر چند متر چقدر استفاده بکنین. و ویدیو رو چجوری ببندم؟ That's it. ازش لذت ببرید. من خدافظی هم نمی‌کنم. شاخ.